کارمندان میلیسای پنجکент روز 2 آگوست سال جاری بیگجینوف عبدالقهار عبدالغفارویچ سال تولدش 1997 ساکن دهه قموق جماعت دیوت به نام لایق شیرالی را با اتهام تجاوز به ناموس دختر نابالغ سال تولدش 2007 با روی زوروری دستگیر کردند. به بیگجینوف که در قموق او را بیشتر با نام باباجان میشناسند بر اساس ماده 138 کودکس جنایتی تاجیکستان برای تجاوز به ناموس نابالغ 14 ساله تا 12 سال زندان تهدید میکند. منابع آگاه پایگاه خبری بامداد از پنجکent خبر دادند که بیگجینوف به تجاوز به ناموس دخترچه نابالغی که به او هم همسایه و هم خویشاوند بود عیبدار می شود. یکی از همسوبتان بامداد که نتیجه تشخیص سودی و طبی جبر دیده را به چشم دیده است خبر داد که تشخیص آثار زیاد زخم و لط در سر روی جبر دیده را نیز مشاهده کرده به خلاصه رسیده است که بیگجینوف به مقاومت دخترچه نگاه نکرده به ناموس او رسیده است و در نتیجه این تجاوز پرده بکورت جبر دیده دریده است. همسوبتان بامداد نقل کردند که این حادثه صبح 2 آگوست روی داده است. همسر بیگجینوف که با مادر جبر دیده خویش نزدیک بوده است آمده از مادرش خواهش میکند که مریض شده است و خوب میشد اگر دخترش را به خانه آنها فرستد تا که به وی در کارهای خانه یگان ساعت کمک رساند. مادر بخبر از آن که جگربندش را خودش به چنگ یک اژدهای نفس میفرستد از دخترش خواسته است که به خانه همسایه رفته کمک رساند. دختر نیز بخبر از آن که چه وحشت او را در آنجا منتظر است با پای خود به خانه همسایه رفته است. حادثه وقتی آشکار شد که ساعت بعد دختر با سر و روی کنده و خونشار و گریان و نالان از خانه همسایه برگشته به والدانش خبر داد که شفر همسایه هنگام روبوچین خانه‌شان فرصت قلعه شمرده به زوری به ناموس او رسیده است. والدان فرزند خود را گرفته برای تشخیص بردند و طور گفتم تشخیص خلاصه کرده است که به ناموس او در حقیقت با استفاده از زوروری تجاوز صورت گرفته است. در پی شکایت والدان کارمندان میلیس بیگجینوف را دستگیر کردند ولی والدان دختر جبر دیده ترس دارند که بیگجینوف میتواند این دفعه هم از آب خشک برآمده خود را از جوابگری خلاص کند. آنها طلب دارند که حقیقت باید به عقد رسانیده شده تجاوزکار به جزای سزاوار گرفتار کرده شود. بنا به معلومات دریافتی آنها گویا بیگجینوف سال گذشته نیز به ناموس یک دختر رسیده بوده است ولی کدام خویش با نفوذش او را از جوابگری خلاص کرده است. همین طور سال پیش در جریان یک مناقشه او گویا همراه برادرش با جشن جاوید جلالوف را لطوکوب کرده میخواستند او را به دریای زرافشان پرتویند ولی در این هنگام برادر جاوید ناگهان به جای حادثه میآید و بیگجینوف و برادرش قصد جنایی خود را تا به آخر رسانیده نتوانسته از جای حادثه فرار کردند. همسوبتان بامداد گفتند که اون وقت این حادثه باعث مناقشه بزرگ در درون اولاد شد ولی همسر بیگجینوف پاچایش را زاری و التجا کرده به خاطر ویران نشدن اویله وی به یگان جا شکایت نکند. نظر بیگجینوف و نزدیکان وی به این همه حوادث هنوز دسترس نشده است.